بچه ها سلام. همونجور که میدونید اینجا فلوریدا گاراژه. از این به بعد میخوام که یه خورده، حالا سوای این که کار بازسازی رو داریم انجام میدیم، یه خورده روی اطلاعات و روی اینفورمیشن شما در رابطه با این ماشینا یه خورده بیشتر کار کنیم و بیشتر تا جایی که توان داریم بتونیم هرچی داریم و بگیم دیگه. خلاصه کلی دارم میگم. کامل این فیلم توی یوتیوبمون هست، لینکشو داخل بایو گذاشتم، میتونید برید ببینید کاملش رو. میخوام که در رابطه با نسل اول شولت بلر شروع کنم که به اصطلاح ما میگیم بلر، ولی 3 تا تیپ داره که حالا توی ادامه فیلم، ادامه این کلیپ، حالا چه اینجا میخواید ببینید چه توی یوتیوب، میتونید کامل ازش اطلاعات کسب کنید. خب بریم سر اصل مطلب. نسل اول شولت بلر از سال 1950 تا 1954 طور می اومده توی بازار 216 و 235 که به اصطلاح کیوبیک اینچ خونده میشه، اینچ مکعب خونده میشه. 2 تا گیربکس داشتن اینا، 2 تا گیربکس، یه دونه گیربکس 3 دنده یه دنده دستی و 2 دنده اتوماتیک که بهش میگفتن پاور گلاید. خب حالا بریم سر اصل مطلب که بلر. اصلا بلر چی هست؟ بلر های کوالیتی ترین حالت ممکن این اتاق بود، یعنی تیپ آخر این اتاق بود. ولی حالا اون 2 تا تیپ چی بودن؟ تیپ پایینش که حالا به اصطلاح خودمون تیپ یکش میشده شولت 150. خب به لحاظ ظاهری اینا با هم دیگه فرق میکنن و تیپ دومش میشه 210. پس شد 150 210 و بلر. این 3 تا به لحاظ ظاهری با هم دیگه خیلی فرق دارن توی آپشناشون، حالا توی موتوراشون زیاد نه، ولی خب توی بحث ظاهری زه‌هاشون، شیشه هاشون و اینکه حالا دفاعشون چی بوده و اینا و گیربکسشون خیلی حائز اهمیت بوده. شولت 150 نمیگفتن شولت بلر 150، میگفتن شولت 150. شولت 150 خب به لحاظ ظاهری زه‌های کمتری داشته، قیمت پایینتری داشته، شیشه های معمولی داشته، قالپاق نداشته، تیپ 1 بوده دیگه، خیلی سطح پایین بوده و اینا. حالا عکساشو براتون میذارم. بعدش میاد میشه 210 که بازم یه خورده توی بحث ظاهری و اینا فرق میکرده، قالپاقاشون فرق میکرده، قالپاق داشته فرق میکرده با بلر، زهاش فرق میکرده، به تب بیشتر از 150 بوده و کمتر از بلر کامل بوده. یه خورده میتونم بگم آپشنال تر از 150 بوده. چند تا اتاق داشتن اون موقع تولید میکردن. یه دونه 14 معمولی که الان یکیشو پشت سر من میبینید، البته نسل 2 تو کلیپ بعدی میگم خدمتتون. شد 14 سدان، 2 در سدان، 2 در هارد تاپ و کانورتیبل که از سال 53 اینا یه خورده قیافه هاشون عوض شد. اگر میخواید تشخیص بدید، چون به لحاظ ظاهری اینا خیلی شبیه به هم دیگن، عملا خیلی با هم دیگه فرق میکنن، ولی تو نگاه اول شاید متوجه یه سری تغییرات نشید. مثلا سال 50 و 50 تا 52 شیشه های جلوی اینا 2 تیکه بوده، شیشه های ببخشید، شیشه های یه تیکه نبوده. از سال 53 و 54 دیگه شیشه های جلوشون یه تیکه میشه. این ماشین رو آقای اگر اشتباه نکنم هارلی اریتو چیز کرده، طراحی کرده و روی خط تولید شولت برده. بدم اینه که اینا توی ردبندی کلاس A رتبه بندی میشونن، یعنی توی ماشینای حالا همونجور که میدونید A و B و G و اینا همش کاتگوریایی که شولت براشون تعیین تکلیف کرده و این نسل رو نسل، حالا نه صرفا این نسل، کلن به دهه 50 یعنی از 50 تا 59 رو
ایبادی تعریف کرده. پیجمون رو فالو کنید، برید تو یوتیوب، حالا سابسکرایب حتما یادتون نره، لایک کنید که بتونم بیشتر براتون این کلیپ ها بذارم. صرفا برای بلاگری نیست این موضوع، و اینکه میخوایم کنار همدیگه یه خورده به اطلاعاتمون اضافه بشه. خیلی مخلصیم، خدا نگهدار.